مسئولان جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوروفی ولایت سوخت میگویند در پی معلوم کردن حادثه بازداشت زنان تاجیک از طرف اختیاریان ناحیه لیلک قرقیزستان هستند. مطلوبه جورابایووا یکی از مسئولان جماعت خستیورز در صحبت با رادیو آزادی گفت از بازداشت شدن زنان این جماعت خبر دارند، ولی حالا باید معلوم شود که چگونه آنها از سرحد عبور کردند. او گفت وای منی وقتی بعد جنگ زنهامو خشوی منی وای با کارهای وای هایکو صحرایی همون با برآمدگی بودن. ما کارهای فهماندگی کرده همه محله های نزد سرحدی فهماندیم که طرف غرب دولتی قرقیزستان نبرایسان. وقتی که آنها بازداشت میکنن سانی ما شما رو گرفته آمدن و عذاب میکشیم تو فهماندگی بودیم. باز اره معلومات هایی که ما دو سه روز آخر به های یگان کس نبرآمد از زنهای ما. جورابایووا گفت واقعا برای تامین زندگی زنان هر سال در کشت‌های ناحیه لیلک کار می‌کردند. رسانه‌های قرقیزستان از جمله 24 نقطه کگ با پخش نوار ویدیویی گروهی زنان را نشان دادند که از طرف اختیاریان قرقیز در وقت عبور به طرف دهه عریق ناحیه لیلک بازداشت شدند. به نقل اختیاریان قرقیز در ماشین پورتر آورد که در وقت کار در صحرای کلوندو دستگیر شدند و گویا به قول آنها مرز را غیر قانونی عبور کردند. درگیری‌های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از دو جانب ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. این مناقشه مناسبت دو کشور را سرد کرده است.